با شرافت استقلالیت دولتی در شهر و نوحیه‌های منطقه کلابی ولایت ختلان ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه به تدریج رشد نموده در این زمینه ساحه راه و نقلیات نیز به پیشروی‌های نظرست نائل گردیده است. طبق معلومات حالا در شهر و نوحیه‌های منطقه کلاب 2453 کیلومتر راههای استفاده عمومی باشد که از آن 745 کیلومتر را راههای اهمیت بین‌المللی و جمهوری داشته و 1708 کیلومتر را راههای اهمیت محلی داشته تشکیل می‌دهد. در زمینه تطبیق هدف‌های سازنده حکومت کشور سال تا سال راه‌های ماشینگرد مطابق با معیارهای سطح بین‌المللی تعمیر و نوسازی شده ایستادند. نمایندگان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات ریاست مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیک در منطقه کلاب در هماهنگی وابسته به تنظیم حرکت در راه‌ها بارکشانی و مسافربری و دیگر خدمت رسانی‌های مربوط به این ساحه فعالیت خویش را به طور دائمی به راه ماندند. هم مسئله با فرا رسیدن فصل تابستان بنابر سبب از معیار زیاد گرم شدن وضع هوای کشور با مقصد پیشگیری بر محل ویرانشوی راه‌های اتومبیلگرد دایر به حرکت واسطه‌های نقلیات گرانوزن روزانه در ساعت‌های معین محدودیت جاری کرده شده است. موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 8 نوامبر سال 2011 سال رقم 569 در قلمرو جمهوری تاجیکستان محدودیت موسمی مقرر کرده شده است. این محدودیت موسمی از شروع از 1 می سال جاری تا 31 آگوست سال 2025 در بر میگیرد. البته محدودیت موسمی که نو جاری شده است، اگر امروز رفته است از محدودیت موسمی، حاضر ما در تمام شهر و نوحیه‌ها نقشه چورابینی ها خب گرافیک های ایلاوگی ترازوی سیر خطی تشکیل کردگیم تا حاضر یگان قانونشکنی از طرف رانندگی واسطه نقلیات آشکار شدگی نیست. طبق معلومات حالا در منطقه کلاب در سمت مسافرکشانی 64 خط سیر موجود است که با نقلیات پورا تامین می باشند. در سمت بارکشانی در منطقه 3 دیدبانگاه دائم و عمل کننده موجود می باشد. در اساس دستگیری های حکومت مملکت سال جاری در ناحیه دنقره دیدبانگاه زمانوی مطابق به طلبات بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. دیدبانگاه ها در شفت شاهراه بین المللی ناحیه شمس‌الدین شاهین کلاب و کلاب دنقره دوشنبه بنیاد گردیده از جانب مسئولان و متخصصان به طور شبانه روزی کارهای نظارتی به راه مانده شده است. اینچنین در نزد دیدبانگاه‌ها برای شستشوی واسطه‌های نقلیاتی شرایط خوب خدمت رسانی فراهم آورده شده است. همزمان مهمانان و رانندگان در این مسیر از امکانیت‌های موجوده معاصر خدمت رسانی‌های گوناگون به مثل آشخانه و مهمانخانه و مرکزهای سودا به طور شبانه روزی بهره برداری می‌کنند. عاید انتقال مال و محصولات از منطقه کلاب به دیگر شهر و ناحیه‌های کشور و دقیق و معین نمودن حسابات‌های آماری نیز در این سمت پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. در دیدبانگاه برکشی واسطه‌های نقلیاتی که در شهر و ناحیه‌های منطقه فعالیت می‌کنند، نماینده از ریاست مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی فعالیت می‌کنند. راننده‌ای که به ترازوی برکشی داخل می‌شوند و با بارخط تامین نیستند، از طرف نماینده ریاست مؤسسه با بارخط تامین کرده می‌شوند. از منطقه کلاب همه روزه به حساب میانه از 150 تا 200 تن محصولات کشاورزی به دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری صادرات کرده می شود. در منطقه کلاب عین حال 2 جمعیت‌های نقلیاتی بارکشانی، 8 جمعیت‌های نقلیاتی مسافرکشانی، 6 ترمینال‌های مسافرکشانی، اینچنین 120 نقطه‌های خدمت رسانی تکنیکی و تعمیر فعالیت می‌نمایند. به طور دائمی و به خطر تأمین حرکت واسطه‌های نقلیاتی و تنظیم همگان خدمت رسانی‌های مربوط ساحه که در زمینه فعالیت منتظم نمایندگان نهادهای دخلدار فراهم آورده شده است، بهر تأمین زندگی شایسته مردم روانه گردیده است.